بهترین بخارگرها، اتوها و بخارشویهای بازار رو تهیه میکنی، بیشترین هزینه رو انجام میدی از برندهای معتبر، تفال، فیلیپس، کارشر، ولی بعد از مدتی احساس میکنی کیفیتشون افت کرده، دیگه اون خروجی بخار لازم رو ندارن. فقط یک دلیل داره، 90% که بررسی کردیم به این دلیل رسیدیم که شما دارین از آب لوله کشی یا نهایتا آب جوشیده سرد شده یا آب یخچال ساید بای ساید یا آب چشمه یا مثلا آب معدنی استفاده میکنید. 100% اینها همشون رد شده هستن. فقط و فقط برای این وسایل باید از آب مقطر یا آب تصفیه شده استفاده بکنید که مجاری بسته نشه، خروج بخار حد اکثری مثل روز اول بمونه. خواهشاً اگر این وسایل رو هزینه میکنید و بهترین برندها رو میخرید، آب مقطر و آب تصفیه رو حتما کنار دستتون داشته باشید.